و شایسته این میدونم که صحبت کنم راجبش، چون به دستش آوردم، نه یک بار، 10 بار. وقتی که میرفتم این تجربه ها رو انجام میدادم، میرفتم اقدامات رو انجام میدادم، توی به دیوار میرفتم نگاه میکردم، توی گوگل سرچ میکردم، زنگ میزدم به بابام چند نفر به من بگه که برم ببینم. 2 هفته بعدش من رها کردم خواستم، نچسبیده بودم بهش که من به خواسته باید برسم، 100% باید برسم، رهاش کرده بودم. گفتم خدای تو از بی نهایت طریق به من میدی، من راهم مشخص نمی‌کنم. خواسته ها تو میای لیست میکنی. حالا من تمرین رو از آخر یه جمع‌بندی میکنم بهتون میگم. خواسته ها تو بیا لیست کن، 10 تا خواسته بنویس، یه برگه بردار، یه دفتر بردار، 10 تا خواسته تو بنویس. 10 تا خواسته که میخوای، نه همین امروز اتفاق بیفته، برای سالها، برای روزها، برای هفته‌ها، 10 تا خواسته تو بنویس. اون 10 تا خواسته رو که نوشتی بابتش جلو شکرگزاری کن. کاری که من انجام دادم. تو دفترم رو باز میکنم، دفتر شکرگزاری همیشه میگم هستش، با همه سررسیدهای گنده 200 میرم سررسید میگیرم، سالهاست دارم شکرگزاری میکنم، ولی الان نیست. شکرگزاری کن برای خواسته هات، جلو شکرگزاری کن. تمرین روز 13 شکرگزاری یعنی چی؟ ماهده یعنی چی جلو شکرگزاری کن؟ ماشین میخوای؟ یه ماشین میخوای؟ ماشینت باید برای خودت قابل باور باشه. بچه‌ها یه ماشین مثلا الان ظرفت در حد مثلا 206 نرو یه KMC J7 سفارش بده برای خدا. یه 206 میخوای الان سفارش بدی، ظرفت اندازه اونه دیگه، هر چی میخواد باشه. بگو خدایا شکرت که ماشین 206 مو دارم.